5 تا از بهترین بازی‌های موبایلی که ثابت میکنه تو هنوزم میتونی روی گوشیت لذت گیم زدن رو تجربه کنی. آخریش از همه خفن‌تره. بازی شماره اول پرنس آف پرشیا لاست کراون، یه بازی اکشن ماجراجویی که مبارزات خیلی سریع و پارکور و باس فایت‌های خیلی جذابی داره و یکی از بهترین بازی‌هایی که پورت شده واسه موبایل. بازی شماره 2 وانس هیومن، یه بازی تو سبک بقا که تو دنیای آخرالزمانی پر از هیولا باید زنده بمونی و منابع جمع کنی و پایگاه خودتو بسازی. بازی شماره 3 لیتل نایتمرز، این بازی هم تو سبک ترسناک و معماییه که توی یه فضای دلهره آور تو بعد از موجودات ترسناک فرار کنی و یکی به یکی معماها رو حل کنی. بازی شماره 4 لیمبو، این بازی هم تو سبک ترسناک و معماییه ولی خب فضاهایی که شما تو این بازی تجربه میکنید حتی توی بهترین بازی‌های کنسول و پی سی هم پیدا نمیشه و به شدت ارزش تجربه کردن داره. بازی شماره 5 لیگ آف لجند موبایل، یه بازی استراتژی آنلاین رقابتی که توش میتونید توی نبردهای 5-5 با حریفتون رقابت کنید. انقدر که این بازی کرکترهای زیادی داره که شما تقریبا میتونید هر جوری که دلتون خواست بازی کنید. اینجا قرار کلی بازی‌های پی سی و موبایل و کنسولی معرفی کنم بهت که تو هیچ موقع بدون بازی نمونی. فالو یادت نره.